سلام دوستان، دارم این کتاب رو میخونم. یه قسمتش از خیلی قشنگه، گفتم برای شما بخونم. به یاد داشته باشید که هیچ کس زندگی کاملی ندارد. ما سعی میکنیم دیگران را فقط با نگاه کردن و آنچه میتوانیم مشاهده کنیم بسنجیم. همانطور که ما میدانیم که درک دیگران از ما دقیقاً آن چیزی نیست که ما هستیم، نحوه سنجشمان نسبت به دیگران نیز بازتاب واقعی آنها نیست. همه ما دردها و کمبودهای خود را داریم و هیچ کس زندگی بی‌نقصی ندارد. حقیقتی که باید بدانیم همین است که هیچ کس زندگی کامل و بی‌نقصی ندارد. گاهی اوقات همین یک حقیقت میتواند ما را آرامتر کند. و یه مثالی هم در رابطه با این بخشش زده. میگه زمانی که جین میونگ سفر 1 ماهه خود را به چین آغاز کرد، کارکنان فرودگاه در حالی که به او نگاه میکردن با یکدیگر زمزمه میکردن و میگفتن به او حسادت میکنم، یا بهتر است دعا کنید که در زندگی بعدی خود مانند او پدر مادری ثروتمند به دنیا بیایید. اما آنچه واقعا اتفاق افتاد این بود که او بدون هدف سفری را با استفاده از تمامی دارایی‌اش به ارزش 1.7 میلیون وون برنامه‌ریزی کرده بود. درست همان زمانی که برادر کوچکش پس از 6 سال کما درگذشته بود. پس هیچ وقت ظاهر زندگی کسی رو با زندگی خودتون مقایسه نکنید. درس این کتاب. نمسته. البته درس این بخش از کتاب. نمسته.